این باقالی پلو با گوشت فقط تو 1 ساعت آماده شده. یه غذای ساده ولی بی نهایت خوشمزه است. بریم که با هم درستش کنیم. اول 2 تا پیاز متوسط رو رنده میکنیم و آبشو میگیریم. بعد با گوشت چرخ کرده ادویه‌ای که توی کپشن نوشتم مخلوط میکنیم و حسابی ورز میدیم. بهتر یه نیم ساعتی هم توی یخچال بهش استراحت بدیم. بعد به شکل گلوله‌های قلقلی فرم میدیم و تو مخلوط کره و روغن سرخ میکنیم تا همه طرفش تغییر رنگ بده. یه پیاز بزرگ و خلالی خورد میکنیم و تو همون تابه تفت میدیم. نمک و ادویه، گوشتای قلقلی رو اضافه میکنیم و اندازه 1 لیوان آب و زعفرون میریزیم. با حرارت کم 20 دقیقه بهش زمان میدیم تا جا بیفته. کته شیوید باقالی رو من به این صورت درست میکنم. برنج رو از 1 ساعت قبل خیس میکنم، بعد با نمک میذارم روی حرارت تا جوش بیاد. کفای روی برنجم حتما جمع میکنم که کیفیت بهتری داشته باشه. بعد بهش باقالی و روغن اضافه میکنم. آب برنج که کشیده شد شیوید خشک میزنم و به همین ترتیبی که دیدیم به صورت قالبی 45 دقیقه دم میذارم. امیدوارم شما هم این غذای فوری و خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید.